کورای داخلی تاجیکستان روز 4 ینور سال 2023 از مصادره 8 کیلو مواد مخدر از دو ساکن نویه 5 خبر داد. بنا به گزارش پلکوونیک آفاق قادریان، سخنگوی ریاست وزارت کورای داخلی ولایت ختلان، کارمندان شعبه مبارزه ضد گردش غیر قانونی مواد مخدر ریاست وزارت کورای داخلی در ولایت ختلان ضمن کارکرد یک قطار اخبار فوری و پیشبرد چاره‌بینی‌های فوری توانستند دو ساکن نویه 5 زایدوف غیرت سال تولدش 1986 و مولانوف رحمان علی سال تولدش 1987 را با گمان دست داشتن در معاملات غیر قانونی مواد نشه‌آور و فروش آن دستگیر کردند. گفته می شود هنگام از نظر گذرانی منزل استقامتی زایدوف در جماعت دیوات 5 از جانب کارمندان میلیسیا مقدار زیاد مواد نشه‌دار دریافت و مصادره کرده شد که به نوع اشش منسوب بوده. وزن عمومی آن 7 کیلوگرم و 231 گرم را تشکیل می‌دهد. این چنین در رفت بردن چاره‌بینی‌های فوری از داخل بغاج ماشین تمغه مرسدس بنز که به شهروند مولانوف رحمان علی تعلق دارد 747 گرم مواد پسیخوتراپی نوع متامفتامین دریافت و مصادره کرده شد. خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی وزارت کورای داخلی میگوید معاین کرده شد که گمان بر آن پیوسته به خرید و فروش مواد نشه‌آور مشغول بوده با این رو فایده به دست می آوردند. در شعبه تفتیشاتی ریاست وزارت کورای داخلی ولایت ختلان نسبت به این دو ساکن دستگیر شده نویه 5 بر اساس قسم 4 ماده 200 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر به مقدار مخصوصا زیاد آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به آنها بر اساس این بند قانون همچون جزا از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. نویه 5 که در مرز با افغانستان جایگیر شده است در سالهای آخر با یک مسیر قاچاق مواد مخدر افغانی، هروئین، افیون و حشیش از آن سوی عمو به تاجیکستان و از تاجیکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره تبدیل یافته است.